سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. من امروز میخوام یکی از سوپ‌های بسیار خوشمزه رستورانی رو آموزش بدم که بسیار هم پرطرفداره. بریم سراغ مواد اولیش. آب مرغ 1 لیتر، هویج 2 عدد، جو پرک شده 1 پیمانه، جعفری 50 گرم، آرد گندم 2 قاشق غذاخوری، پیاز 1 عدد، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، زعفران دم کرده به مقدار لازم، نمک و فلفل سیاه و آب لیمو به مقدار لازم. خب ابتدای کار برای تهیه این سوپ بسیار خوشمزه پیازمون رو نگینی خورد میکنیم و بعد هویج هامون رو با رنده درشت به صورت عمودی رنده میکنیم. دقت داشته باشید که به صورت عمود باشه تا به صورت ریز در بیاد این مدلی بشه، یعنی اگه اریب باشه مورب باشه بلندتر میشه دونه های در واقع رنده شده. خب حالا داخل یک تابه ما پیازهامون رو تفت میدیم و سعی میکنیم که یه کوچولو حالت خامیش گرفته بشه. قصد نداریم که کامل سرخش بکنیم، فقط میخوایم یه کوچولو تفت بدیم که اون حالت خامیش گرفته بشه و یه خورده نرمتر بشه. همین که یه کوچولو نرمتر شد هویج هامون رو بهش اضافه میکنیم. بچه دقت داشته باشید که همین اندازه هویج برامون لازمه، یعنی بزرگتر یا کوچیکترش زیاد توی این سوپ مناسب نیست. خب همینطور که ملاحظه میکنید در همین حد تفت بخوره برای این سوپ کافیه. ما موادمون رو یعنی پیاز و هویج تفت داده‌مون رو به آب مرغمون اضافه میکنیم. آب مرغی که از قبل گذاشتیم و به جوش اومده. خب موادمون رو بهش اضافه میکنیم و همیش میزنیم. مواد زیاد طول نمیکشه که داخل آب مرغ بپزه. خب تا این مواد بپزن من ادویه‌هاشم بهش اضافه میکنم. نمک و فلفل سیاه داشتیم که بسیار برای طعم این سوپ مؤثر و مهم هستن. خب بعد اینکه ادویه‌ها رو اضافه کردیم سوپ رو هم میزنیم تا ادویه‌ها کاملا داخل سوپ حل بشه و بعد میریم سراغ خرد کردن جعفری. جعفری حدود 50 گرم بود که اونها رو ریز ساتوریشون میکنیم و بعد میریم سراغ جوی پرک شدم. جوی پرک شده رو میشوریم و به سوپ زمانی اضافه میکنیم که هویج ها کاملا پخته شده باشن و بعد خوب همیش میزنیم تا جو کاملا پخش بشه. حالا توی ظرف دیگه ابتدا آرد گندممون رو میریزیم و با آب خوب هم میزنیم. کم کم آب رو اضافه میکنیم. آب در حد 1 لیوان میتونه خوب باشه، کافی باشه، ولی ما کم کم اضافه میکنیم تا دونه های آردمون رو کاملا داخلش حل بکنیم. خب همین که همه مواد داخل سوپ به خوبی پخته شدن ما ترکیب آردمون رو بهش اضافه میکنیم. آرد رو همراه با آبی که در واقع از قبل مخلوطش کردیم به این ترکیب اضافه میکنیم و خوب همش میزنیم و اجازه میدیم که یک مقداری داخل سوپ بپزه. و بعد اینکه چند دقیقه گذشت ما جعفریمون رو به این ترکیب اضافه میکنیم. جعفری رو از قبل خرد کرده بودیم و الان به این ترکیبمون اضافه میکنیم. جعفری توی این سوپ خیلی موثره، طعمش رو فوق‌العاده میکنه. و در انتها جادوی این سوپ رو بهش اضافه میکنیم، زعفران دم کرده که واقعا طعمش رو از این رو به اون رو میکنه و خیلی توی طعمش موثره. خب حالا برای خوشاب و رنگتر شدن سوپمون رب گوجه فرنگی رو بهش اضافه میکنیم که در حد 2 قاشق میتونه کافی باشه. البته من رب گوجه فرنگیم رو یه مقداری رگیک ترش کردم تا خوب و همه قسمتاش پخش بشه و به خوبی داخل سوپ حل بشه. همونطور که ملاحظه میکنید رنگ سوپم بسیار عالی شده. اگه به نظرتون کمتر شده رنگش میتونید یه قاشق دیگه رو بهش اضافه بکنید. خب حالا من سوپم رو داخل ظرف سربم کشیدم و روش رو با جعفری و همینطور زرشک تزیینش میکنم. جعفری و زرشک ترکیب بسیار جذابی برای این سوپمون میسازه.
خب دوستای عزیزم، همونطور که تو تصویر ملاحظه میکنید سوپمون دیگه آماده شده و من این سوپ رو تقدیم شما عزیزان میکنم. امیدوارم که ازش حسابی لذت برده باشید. حتما درستش کنید و همراه خانواده‌تون صرفش کنید. دوستای عزیزم، اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفا با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارتون.